مانیتور 17 اینچ آوردن که میزنی تو برق فقط چراغش یه لحظه روشن میشه بعد خاموش میشه. بریم برای تعمیر باز کنیم. باز کردم. الان تغذیه رو برمیدارم برای تست. دوستان عزیز، من اینو چک کردم. این یه دونه از این خازناش نشتی داره خب، ولی ما کل خازنا رو باید عوض بکنیم. همیشه مدار قدرت پاور مانیتور چون اینا میذارن تو برق میمونه، از برق نمیکشن. موقعی که این تحلیل میره اینا رو عوض بکنی اوکی میشه. کل خازنا رو عوض کردیم. این چیزاشو بچینم بعد با تینر باید تمیز بکنیم و ببندیم. دوستان تینر 20000 رو قشنگ استفاده کنید، چون تینر 10000 به درد این کار نمیخوره. 20000 میتونید استفاده کنید و تمیز اینا رو پاک کنید. امروز خواستیم یه فیلم بگیریم، سیب تازه اومد، نمیدونم اومد هرچی خواستن خریدن و فروختن، ما مثلا نفهمیدیم چی گفتیم. امیدوارم که متوجه شده باشید.